با سلام به شما شنوندگان رادیو پیام و تمام عزیزانی که این برنامه رو ملاحظه میکنید. امیر هستم و امروز در خدمت چند تن از دوستان خوبمون هستیم، خانم نسرین رمضان علی و آقایان حمید قربانی و محمد اشرفی. امروز نگاهی داریم به کشتار کارگران معدن خاتون آباد، یادی از این عزیزان داشته باشیم و اینکه بررسی کنیم شرایط آن موقع را و اینکه چه درس هایی رو میشه از این واقعه گرفت برای الان و در آینده. در سال 1382 در خاتون آباد شهر بابک استان کرمان، کارفرمای معدن مس 200 نفر از کارگران ساختمانی مجتمع مصر رو که قول داده بود بعد از اتمام کار ساختمانسازی همچنان به عنوان کارگر معدن کار کند رو اخراج کرد. کارکنان اخراجی برای اعتراض به این اقدام ضد کارگری با خانواده‌هاشون دست به اعتصاب و تحصن زدن، ولی به جایی نرسید. این کارگران اقدام به بستن جاده خاتون آباد شهر بابک میکنن که به جای جواب از زمین و هوا گلوله نصیبشون میشه که در این حادثه 4 نفر از کارگران به نامهای ریاحی، جاویدی، مؤمنی و واحدی و 1 نفر دانش آموز به نام پورامینی به قتل میرسه. صدها نفر زخمی میشن و تعدادی دستگیر. صحبتم رو با حمید قربانی شروع میکنم. سلام حمید جان، خیلی ممنون از اینکه وقت دادی با ما هستی. اگر مایل باشی بحث رو با شما آغاز کنیم در رابطه با کشتار کارگران معدن خاتون آباد. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت نسرین و محمد اشرفی، نسرین رمضان علی و محمد اشرفی و شنوندگان رادیو شما. بله، ممنون. عرضم به حضور همه جان، میتونید به هر حال از زاویه خودت یه نگاهی داشته باشی. تاریخچه این قضیه رو من یه به طور مختصر گفتم، ولی فاکتورها و عوامل زیادی در این قضیه بوده. حالا روی اون در ادامه بحث صحبت میکنیم، ولی اگر مایل باشی آغاز بحث رو با در واقع با تاریخچه از اون تکمیل صحبتی که من داشتم آغاز کنی خوشحال میشم. با سلام مجدد به شنونده های عزیز رادیو پیام. همونطور که خود شما گفتی، در اواخر دیما کارگرای اخراجی تحصن و اعتصاب و تحصن میکنن، بعد به خواستاشون رسیدگی نمیشه و در همون زمان که این اتفاق افتاد نوشته شده بود که به کارگرای تحصن کرده حمله میشه و حتی یکی از کارگرها کشته میشه و عده‌ای زخمی. این به حساب میان کارگرها از محل تحصن میان بیرون و جاده را میبندن، باز بهشان حمله میشه، یعنی به وسیله هلیکوپتر این دفعه حمله میشه و کارگرها به شهر بابک میرن. در شهر بابک مردم شهر وقتی که آگاه میشن، خب مردم همه به یاری کارگرها میان و کارگرها در جلوی فرمانداری به حساب میان در یه میدانی، بعد میان جلوی فرمانداری و شروع میکنن به تظاهرات و شعار دادن که در این حین نیروهای دولت جمهوری اسلامی، نیروهای دولت به اصطلاح طلب اون زمان آقای خاتمی که خودش هم در داووس سوئیس داشت به قولی با سرمایه‌دارها با هم دیگه نشسته بودن و اسکی بازی میکردن، از هوا و زمین به کارگرها حمله میشه. برای تکمیل گفته شما، در همون زمان باز یه روزنامه‌نگاری از منطقه یه خبری فرستاد. خبرش این بود که در این حمله یورش 9 تا 15 نفر از کارگرها کشته میشن که اسامی 4 نفر اعلام شد و یه دانش آموز.
و تعداد وسیع زخمی میشن که بعدا نوشته شد که 300 نفر از کارگرها زخمی میشن و تعدادی به قولی دستگیر میشن، تعداد زیادی از کارگرها. از اون زمان تا حال این جریان به حساب هنوز که هنوز هست، نه کسی دادگاهی شده و نه مشخص شده کی دستور داد، کی فرمان داد، کی به قولی تیراندازی کرد. فقط اعلام کردن که بله اینا یه عده ناشناس حتی بودن، حتی نافرمان بودن، حتی اعلام شد که اینا اصلا از ما نبودن. ولی نمیدونم چطوری به حساب میان هلیکوپترهای نظامی را میبرن و نیروی انتظامی حمله میکنن، ولی اینا دولتی نیستن و کسان دیگری هستن و اگر دولتی نیستن چرا محاکمه نمیشن؟ این به حساب مسئله ظاهر قضیه بود که به حساب دولتی ها و مجلس و به حساب اینا اعلام کردن، این حرفا را زده شد. ولی واقعیت این حمله به نظر من حتی فقط اعتصاب کارگران خاتون آباد به تنهایی نیست که این فاجعه آفریده میشه. در اون زمان اگر به حساب یادمان باشه و اگر نگاه کنیم میبینیم که دولت جمهوری اسلامی کلا تصمیم داره که به قولی دستورات سازمان‌های جهانی سرمایه را در ایران پیاده کنه و برای پیاده کردن این اولین نیرویی که در مقابل این قرار میگیره طبقه کارگره. باید طبقه کارگر به نوعی به حساب مقاومتش در هم شکسته بشه و میبینیم وقتی به حساب خاتمی میاد رو کار، به حساب اولین کارهایی که انجام میگیره مجلس پنجم که هنوز کارگرهای کارگاه‌های بالاتر از پایین‌تر از 5 نفر را از شمول قانون کار محروم میکنن و بعد میرسه به کارگاه‌های 10 نفره و حتی تا میرسه به کارگرهای کلیه کارگاه‌های فرش بافی. این هست که به حساب به قول دولت سرمایه‌داری ایران به این نتیجه رسیده که باید که به حساب را برای هرچه سودمندتر شدن سرمایه گذاری در ایران باز کن. نولیبرالیسم تمام معنی کلمه در ایران پیاده بشه. دولت قبل از خودش تعدیل نیرو کرده به قولی و میلیون ها کارگر را اخراج کرده، ولی با شورش های در شهرهای مثل اسلام شهر و قزوین و مشهد و دیگر جاها روبرو شده، نتونسته پیش ببره. دولت اصلاحات حالا با قانون مداری و با گفتگوی تمدن میخواد این رو پیش ببره، با شعار ایران مال همه ایرانیان میخواد کارگرها را به حساب از همه چیز و این با همین شعار مثلا حمله به 3 میلیون کارگر ایرانی افغانی تبار انجام میگیره و اعلام هم میشه که خیلی ساده اعلام میشه که 3 میلیون بیکار داریم، 3 میلیون کارگر خارجی داریم، اگر این 3 میلیون رو از کشور بیرون کنیم خب بیکاری تمام میشه. این به حساب واقعیت قضیه برمیگرده به این که دولت به عنوان دستگاه سرکوب طبقه حاکمه سرمایه دار باید وظیفه خودش انجام بده. وظیفه چیه؟ وظیفه سرکوبی کارگرانی که به این برنامه متعرضن، به این برنامه را نمیخوان بپذیرن و به حساب نمیخوان به حساب به قولی اخراج بشن، به قولی مزایای اندک مزایایی که به حساب دارن این هم ازشون گرفته بشه. این هست به نظر من علت اصلی به حساب این یورش. به قول مارکس میگه بورژوازی نخاسته به قدرت دولتی نیازمند است. از اون به منظور تنظیم دستمزد استفاده میکنن، یعنی دستمزد را در حدودی که به درد افزون کاری میخورد میفشارد. این به دولت سرمایه
ماهیتاً و ما ای را به حساب در یورش دولت آفریقای جنوبی به کارگرای معدن هم دیدیم، در یورش به کارگرای بنگلادش دیدیم، در یورش به اگر از نظر تاریخی نگاه کنیم خب کومونا داریم، اول ماه مه رو در آمریکا داریم. در همه جا به حساب دولت وقتی که کارگران نمیخوان بپذیرن این حملات انجام میشه. بله سپاسگزارم، ممنون برای توضیح جامعتون. خانم نسرین رمضان علی سلام دارم به شما و ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین در این بحث شرکت کردین. همونطور که شنیدید توضیحات بسیطی هم آقای حمید قربانی دادن. بحث ما در رابطه با مسئله خاتون آباد، اشاره هم ایشون داشتن به سرکار بودن دولت اصلاح طلبان که در واقع خاتمی دوره دوم ریاست جمهوریش رو انجام میداد و اصلاح طلبان قدرت کامل رو داشتن، هم مجلس، قوه قضایی مقننه و هم قوه اجرایی رو. حالا اگر توضیحی هم دارید در ابتدا خوشحال میشیم بشنیم، وگرنه اگر نظری دارید در مورد اینکه اصلا چه تفاوتی میکنه، چرا باید اینقدر این رو ما به قول معروف روشن کنیم و مشخص کنیم که اصلاح طلبان رو قدرت بودن و همچی کاری کردن؟ آیا مگر تفاوتی هست بین دولت اصلاح طلب و غیر اصلاح طلبی که میتونه برخوردی داشته باشه با کارگران در روی مسئله خواسته هاشون؟ منم سلام میدم خدمت شما و تشکر میکنم ازتون که توی این میزگرد من هم مهمان برنامه شما هستم. سلام میدم همچنین خدمت آقای حمید قربانی و محمد اشرفی و همینجور شنونده های برنامه رادیوییتون. فکر میکنم هم خود شما هم دوستمون حمید در رابطه با اتفاقی که افتاد توضیح دادم و فکر میکنم لازم نباشه اون فاجعه رو دوباره توضیح دادن و اون نکات اشاره شد. اما چرا در به اصطلاح خود این اتفاق صورت میگیره؟ آیا صرفا به خاطر اینکه دوره اصلاحات سید خنان میاد و قرار به کارگرها وعده داده وضعیت زندگیشون بهبود پیدا بکنه؟ آیا اصلاحگران حکومتی وعده دادن به طبقه کارگر که زندگیشون بهتر میشه؟ آیا اینها کلاً تلاش میکنن که زندگی طبقه کارگر بهتر بشه؟ اون چیزی که واقعیت داره برای ما، جمهوری اسلامی با یه بحران سر کار اومد و توی این بحران سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی همیشه دست و پا زده. جمهوری اسلامی از بعد به سر کار اومدنش همیشه تلاش کرده که با ماشین سرکوب به حکومت و به قول معروف میگن حیات ننگینش بقای خودش رو تضمین بکنه. بنابراین چیزی که بوده، جمهوری اسلامی همیشه سرکوب کرد. از دهه 60 30 خرداد 60 رو که نگاه بکنیم جلو که میایم میبینیم جمهوری اسلامی همیشه سرکوب کرده. تنها موردی که نتونست سرکوب بکنه کارگرای نفت بود. با اعتراضاتی که داشتن نتونست کارگرای نفت رو سرکوب بکنه. در غیر اون صورت برای اولین بار بعد از سرکار اومدن جمهوری اسلامی با اون بحرانی که ازش صحبت کردیم و اینکه مدام مسئله خود جنگ 8 ساله چیزی بود برای جمهوری اسلامی یه نعمت و تونست صدای آزادی خواهی رو خفه بکنه توی اون جامعه، هر اعتراضی رو سرکوب بکنه تحت این عنوان که ما در جنگ هستیم. و با پایان یافتن جنگ یک دور دیگه از سرکوب ها و اعدام ها آغاز شد و در عین حال با پیچیدگی سرکوب جمهوری اسلامی و اعتراضات مردم رو و طبقه کارگر رو بخواد به عقب برونه، مردمم و طبقه کارگرم مبارزاتش به نظرم پیچیده تر شد. برای اولین بار کارگرای خاتون آباد نه با عنوان کارگری که کار میکنه و اومده اعتصاب میکنه،
بلکه همراه خانواده هاشون، همراه بچه هاشون، همراه مردم اون شهر اومدن و اعتراض کردن. و همین پایه های حکومتی که تجربه اینو داشت، رژیم پهلوی سرنگون شد برای اینکه طبقه کارگر به عنوان اون نیروی واقعی که انقلاب رو میتونه به سرانجام برسونه ترس داشت و سرکوب کرد. و سرکوب کارگرای خاتون آباد در واقع میخواست درسی به طبقه کارگر بده، زهر چشمی از طبقه کارگر بگیره که طبقه کارگر نتونه هیچ جای دیگه اعتراض بکنه و بخشن مرعوب کردن مردم بود. ما شاهد بودیم میگفتن دوره اصلاحات، تو همون دوره بیشترین اعدام ها شد، جنبش دانشجویی سرکوب شد، اعتراضات اجتماعی تو شهرهای مختلف سرکوب شد. همزمان با اون من فکر میکنم اگه یادتون باشه کارگرای نساجی کاشان بودن که براشون تونل مرگ درست کردن، همراه با خانواده هاشون مورد ضرب و شتم قرار گرفتن، فعالین کارگری رو دستگیر کردن. همه اینها تو دوره اصلاحات بود. و اگه ما بررسی بکنیم حکومت اسلامی حکومتی نیستش اصلاح پذیر باشه. تمامی این جناح ها و دسته های توی حاکمیت تلاششون اینه که به بقای این نظام حار اسلامی و حیاتش کمک بکنن و نظام رو نجات بدن، نه اینکه در خدمت مردم، در خدمت طبقه کارگر باشن. همینجور که همین الان میبینیم با تمام دم و دستگاهی و رسانه های غربی دارن نشون میدن که جمهوری اسلامی داره خودشو تعدیل میکنه، سرکوبگر دیگه نیستش، میارنش توی کنفرانس امنیتی تو همین کشور آلمان، توی سوئیس دعوتش کردن و میخوان چهره یه حکومت متعارف از جمهوری اسلامی نشون بدن. در این حال شاهد موج اعدام ها توی ایران هستیم، در حالی که شاهد فقر بیشتر طبقه کارگر توی ایران هستیم و کماکان شاهد هستیم که فعالین کارگری در عرصه های جاهای مختلف که وارد اعتصاب میشن، وارد اعتراض میشن و به ماهیت کثیف این حکومت اعتراض دارن، دستگیر میشن. حتما و بدون تردید مطلع هم هستی آخرین دستگیری های فعالین کارگری مهاباد بوده که یک کمیته در حمایت از کارگران دستگیر شده ایجاد شده و این کمیته و ده ها کمیته دیگه در واقع برای آزادی فعالین کارگری و گسترش این مبارزات دارن تلاش میکنن. قطعا وظیفه ما هم توی خارج کشور این هستش که این مبارزات رو هرچه بیشتر مورد حمایت و کوشش خودمون قرار بدیم. بله، سپاسگزار از شما. سلام دارم به شما آقای محمد اشرفی. سپاسگزار که شما هم قبول کردید در این بحث شرکت بکنید. صحبت ها رو شنیدید، اگر ملاحظه روی این صحبت ها داشتید قطعا میشنویم. اگر برگردیم به اون دوران باید گفتش که این اعتراضی که کارگران مصر داشتن در واقع یک اعتراض، یک تقابل ساده بود، یک خواسته کاملا صنفی بود که هر کجای دنیا هم میتونه اتفاق بیفته. یک تضاد بین کار و سرمایه که برای خواستهاشون در واقع اعتراض کردن. فضای سیاسی اون موقع هم فضای ملتهبی نبود که بگیم مثلا اگر اینها این اقدامات رو انجام میدادن احتمال داشت کل ایران ملتهب بشه. ولی ما شاهد سرکوب شدید این معترضین از زمین و آسمون شدیم و به هر حال حمید قربانی هم تو توضیحات اشاره کرد که آمار خیلی وسیع‌تر از حتی اونایی بوده که در جراید مطرح میشه. به نظر شما این چرا صورت میگیره؟ چرا به این خشونت ما شاهدیم که هر اعتراض کارگری رو در واقع با یک خشونت خاصی سرکوب میکنن و اجازه نمیدن رشد پیدا کنه، نفس بکشه؟
من خدمت رفقایی که شرکت کردن و شنونده ها همچنین شما سلام عرض میکنم. ببینید، بحث کشتار کارگران خانتون آباد یک بحث، از نظر من یک بحث جهانیه، برای اینکه دقیقاً نبرد بین کار و سرمایه همینجاست. این که شعار ندادن، این که علیه جمهوری اسلامی شعار ندادن یا مسالمت آمیز حرکت کردن جای خود، اما سرمایه داری در رابطه با منافع اقتصادیش با هیچ کارگری، با هیچ کس شوخی نداره. شما میتونی بری شعار مجبر خامنه‌ای بگی، شاید اونجا حتی نزننید، نگاه کنند. اگر شعار مجبر سرمایه دارم بگی، بازم ممکنه همینطوری نگاه کنن. اما وقتی حرکت شما منافع مادی طبقه سرمایه دار رو به خطر بندازه، اونجا دیگه با شما هیچ گونه شوخی نخواهند داشت. من کشتار کارگران خاتون آباد رو یک جنایت کل سرمایه داری ایران و جهان میدونم، نه فقط جمهوری اسلامی. چرا که توضیح خواهم داد. در کارخانه ذوب مس خاتون آباد شرکت‌های جهانی دست داشتن، شرکت‌های جهانی در ساختنش، در طراحیش، در امتیازش، اینا دست داشتن و شریک بودن. به اضافه اینکه قوانینی که اونجا شروع شده بود به پیاده شدن قوانین لیبرالی جهانی بود، بنابراین منافع طبقه سرمایه‌دار و داخلی و جهانی رو داشت به خطر میانداخت. بدون LO اعتراض به این موضوع شد که شما کارگران رو کشتید، نماینده ایران گفت که نه، ما کارگران رو نکشتیم، مردم بودن کشته شدن، کارگر نبودن. بعد ILO هم دیگه رهاش میکنه موضوع رو. خب برای چی؟ برای اینکه اونا آیا نمیدونستن، ILO نمیدونست که کارگرها کشته شدن؟ میدونست، ولی این منافع جهانی بود. اما اینجا ما میبینیم که نقش اول رو اصلاح طلبان اجرا میکنن. یه موضوعی پیش میاد، اگر واقعا فقط اصلاح طلبان این کشتار رو انجام دادن، چرا اصولگراها افشاشون نمیکنن؟ اگر نه اصولگراها این کشتار رو انجام دادن، چرا اصلاح طلبا افشاشون نمیکنن؟ یا اصلاح طلبا همون موقع پرونده‌ای که باز شد دنبالشو نگرفتن و سریعا بستنش؟ این نشون میده که اصلاح طلبا و اصولگراها هرگاه در کشتاری یا در عملی مشترک دست داشتن، همدیگر رو افشا نکردن. همین افشا نکردن نشون میده که هر دو جناح در کشتار کارگران خاتون آباد مشترک بودن و به این دلیل باید اول اصلاح طلبان در این رابطه افشا بشن، چرا که در حال حاضر این اصلاح طلبا هستن که میتونن طبقه کارگری ایران رو فریب بدن. به قول معروف احمدی نژاد و خامنه‌ای اونقدر بی‌آبرو شدن که دیگه افشا کردنشون الان عادیه. اما اونهایی که هنوز ادعای اصلاح طلبی دارن، هنوز ادعای انقلابیگری دارن، ادعا دارن که میخوان تغییرات ایجاد بدن، باید مشتشون باز بشه. به خصوص افرادی که از طبقه کارگر هستن یا خودشونو انقلابی یا مستقل اعلام میکنن، ولی در حال حاضر به زائده ای از سرمایه‌داری و بنگاه‌های تبلیغاتی سرمایه‌داری تبدیل شدن، که این گروه بسیار خطرناکترن، برای اینکه اینا به نحو احسن میتونن کارگرها رو به نفع سرمایه‌داری فریب بدن، برای اینکه از طبقه کارگر محسوب میشن، از درون کارگرها بیرون اومدن، فعال کارگری محسوب میشن، ولی در حال حاضر در دست بخشایی از جناح‌های اصلاح طلبی دارن کار میکنن. به این دلیل من فکر میکنم ما باید بیشترین قدرت و بیشترین افشاگریمون رو روی اصلاح طلبا و به خصوص زائده از اصلاح طلبا که به عنوان فعالین کارگری یا انقلابیون و چپ شناخته میشن بگذاریم. موردی که گفتم میخوام بگم این حرکت مربوط به حرکت جهانی میشه، اینه که در ساختن این کارخانه یک بررسی های انجام شده که بررسی نشون میده مجری کارخانه شرکت صنایع مس ایران بود، پیمانکار خارجیش صنایع غیرآهنی چین و وزارت معادن و فلزات بود، مشاور ساخت طرح شرکت مهندسی و ساخت طرح صنایع غیر فلزی نیپر بود، صاحب امتیاز یا لیسانس شرکت فنلاندی اوتوکمپو است، پیمانکار دست اول داخلی کنسورسیوم شرکت صنایع بتون و سرمایه گذاری مس سرچشمه است و طرح کلی کارخانه به شکل و سیستمی که ذوب مس، تویو ژاپن، زینلانگ و گلشه چین طراحی شده.
اینا همه نشون میده که چطوری این کارخانه و این صنایع مس در ایران تحت پوشش طرح جهانی سرمایه قرار داره و سرمایه‌داران چگونه میخوان از این موضوع سود ببرن. در همین موقع اصلاح طلبان سر کار هستن و بعد از رفسنجانی و طی دوران رفسنجانی هم اینطور بود که طرح‌های نئولیبرالی جهانی را که از طرف صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی طراحی و دیکته شده بود میخوان پیاده کنن. اولین قدمی که برمیخوریم بهش اینه که قرار تحت چنین طرح‌هایی تعدیل نیرو اتفاق بیفته، یعنی اخراج‌های گسترده اتفاق بیفته. خب حالا که قرار بر اینه که حکومت اصلاح طلب ایران اخراج‌های گسترده ای را پیش ببره، در مقابل یک همچین طرحی کارگران خاتون آباد در مقابل اخراج شدنشون دست به اعتراض میزنن. اعتراض هم آرام مسالمت آمیزه، اما همین اعتراض نه به خاطر یک کارخانه بلکه به خاطر طرح‌هایی که قراردادهای بسیار گسترده روبرو بشه طبقه کارگر مقابله میکنه. اینجاست که سرمایه‌داری در مقابل طرح‌های سرمایه‌دارانی که میخواد پیاده کنه و در مقابل منافع طبقه سرمایه‌دارش هرگز کوتاه نمیاد. بنابراین برای اینکه این کارگرها اخراج شدن، بلکه برای اینکه ادب کنه بقیه کارگرایی که در آینده قرار اخراج بشن و قرار اعتراض کنن، به این دلیل با تمام خشونت دست به کشتار میزنه، دست به سرکوب میزنه، تا اینکه بقیه کارگران بدونن در صورتی که در مقابل اخراج شدنشون اعتراض کنن چه بلایی سرشون میاد. این یک طرح آگاهانه است که اصلاح طلبان همراه با همون اصولگرایان به صورت مشترک اجرا میکنن و برای همینه که هرگز حاضر نیستن همدیگر رو افشا بکنن، چون اگر یکی از این جناح‌ها انجام میداد، جناح دیگه برای سرکوبش، برای افشا کردنش اعلام میکرد. ولی ما میبینیم که در رابطه با کشتار کارگران هر دو جناح سکوت میکنن. حال حتی همونطور که عرض کردم در ILO هم که سرمایه‌داران جهانی شراکت دارن در این طرح‌ها، سکوت میکنن در مقابل این که میگن مردم بود، کارگران نبودن، تموم شد. بنابراین من میخوام بگم اگر ما میبینیم کارگران در خاتون آباد کشته میشن و هیچ خبرگزاری ها به صورتی که به چیزهای دیگه میپردازن به این موضوع نمیپردازن، شرکت ها یا مثلا در همون زمان مجمع عمومی دارن این کارخانه، این به اصطلاح شرکت 29 آبان 1182 مجمع عمومیشون تصویب میکنه که شرکت رو از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل کنه و 9 بهمن یعنی 5 روز بعد از کشته شدن کارگران دولت قبول میکنه که این شرکت رو از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل کنه. یعنی حتی 5 روز هم اثر کشتن این کارگرها روی دولت تاثیر نمیذاره که بتونه این طرح رو فعلا متوقف کنه، بررسی بکنه. ما میبینیم که همه چی آگاهانه است، هر کاری که انجام دادن آگاهانه است. در چنین شرایطی تنها راهی که ما میتونیم در این رابطه کارهایی را انجام بدیم اینه که افشاگری‌های لازم را در رابطه با این موضوع به خصوص کسانی ارتباط مستقیم در کشتار داشتن انجام بدیم. من در خدمتتون هستم، بخش‌های دیگه اگه لازم شد خدمتتون عرض می‌کنم. بله متشکرم، خیلی ممنون برای توضیح جامعتون. آقای قربانی صحبت‌ها رو شنیدید، اگر ملاحظه‌ای داشتید گوش بکنیم. من دوست داشتم توی صحبت‌ها اشاره به افشاگری این به هر حال اهداف دولت حاکم بود و همچنین صحبتی برای این که چه مشکل و یا عدم ناموفق بود سرکوب کارگران نفت، ولی بقیه تشکل‌های کارگری به راحتی سرکوب شدن و کشتار شدن، در واقع اعتراضاتشون سرکوب شد. چه راه حل‌ها رو الان میشه؟ به هر حال ما تجربه 34-5 سال رو با جمهوری اسلامی داریم، انواع و اقسام دولت‌هاش هم سر کار بودن.
و عملا ما در این زمینه موفق نبودیم. یعنی این سوال رو احتمالاً از همه دیگر دوستانم خواهیم پرسید که به هر حال ما موفق نبودیم. اگر موفق می بودیم قطعاً باید این جبهه رو عقب میشوندیم که نشده. چه کار باید کرد و چه به نظر شما چه چیزایی رو میشه در دستور کار گذاشت تا به این اهداف رسید؟ با سلام مجدد. ببین، من فقط یه چیزی رو بگم و اون اینه که من فکر میکنم همونطور که محمد اشرفی هم اشاره کرد، این کشتار کل طبقه سرمایه‌دار ایران و جهان است. یعنی کشتاری نیست که آنی انجام گرفته باشه، کشتاری هست برنامه ریزی شده، ولی اینکه در کجایی به طور مشخص انجام بگیره، آیا در خاتون آباد انجام بگیره یا نگیره، این یک به قولی قره به نام کارگرای خاتون آباد میخوره. در کل اصل قضیه برمیگرده به این که سرمایه در ایران یه تعرض وسیعی را بعد از جنگ بر علیه طبقه کارگر شروع کرده و این رو باید پیش ببره و این رو میبینیم که تا اندازه پیش میبره. یعنی الان اگر نگاه کنیم میبینیم که به قول این سه دولتی که بعد از جنگ آمدن سر کار برنامه هاشون رو پیش بردن با این ور و اون ور، ولی برنامه هاشون رو پیش بردن. اون به اسم نوع لیبرالیسمی که میخواستن پیاده کردن، اون امتیازاتی که کارگرها در ایام 22 بهمن و بعد از اون و قبل از اون گرفته بودن از سرمایه، همه را از کارگر رو گرفتن، چون آمده بودن که برای این کار و این کار را تونستن پیش ببرن. و شما درست میگی، ما به حساب ما به عنوان جبهه کارگرها ما آمادگی نداشتیم، نتونستیم به حساب در این 35 سال هم هنوز نتونستیم خودمان را اون سازمانی بدیم، اون سازماندهی کنیم که برای اینطور مواقع و برای به قولی عقب نشاندن چنین دولتی، چنین دولت‌هایی و سرنگونی چنین دولت‌هایی باید داشته باشیم. و اون به نظر من مهمترین چیزی که در برای طبقه کارگر ایران الان در شرایط کنونی یک به حساب به قولی به عنوان پاشنه آشیل این جنبش، یا به عنوان این که این جنبش بتونه از این وضعیت بیاد بیرون، بتونه تعرض بکنه و بتونه عقب بنشانه و بتونه دولت سرنگون کنه. دولت به عنوان همونطور که در صحبت اول اشاره کردم، دولت به عنوان دستگاه سرکوب طبقه سرمایه دار بتونه این کار را بکنه. به نظر من داشتن یک حزب کارگران آگاه، یک حزب کارگران کمونیست، این حزبم حزبی است که باید از درون خود جنبش به حساب طبقه کارگر، از درون همون مبارزه طبقاتی نشأت گرفته باشه، کادرهای اصلیش همون کارگرها باشن. و این حزبم حزبی نیست که به طور علنی ساخته بشه، حزبی نیست که به طور به حساب به قولی با نامه نوشتن و با حتی این نوع تظاهرات و حتی این نوع مبارزه ساخته بشه. این حزب احتیاج داره به یک مبارزه به قول مبارزه مخفی و غیر علنی که اینم با سازمان‌های خودشان میخواد، سلول‌های خودشان میخواد، هسته‌های خودشان میخواد، کمیته‌های محل کار و محل زندگی میخواد. این بسا کمیته های سر، کمیته های کمونیستی، کمیته هایی که آماده هستن هر آن اشکال مبارزه خودشان را تغییر بدن، هر آن آماده هستن که حساب بتونن ارتباط بین خودشان برقرار کنن. من فکر میکنم با چنین حزبی هست که ما کارگرها موفق میشیم در ایران و در سطح جهانم.
در سطح جهان هم وضعیت ما طبقه کارگر زیاد به حساب با ایران تفاوت چندانی نداره. یعنی یه واقعیتیه، باید این واقعیت ها رو به رسمیت بشناسیم. ما احتیاج به یک ستاد انقلاب داریم، به ستادی داریم که هدف خودش را سرنگون کردن این دولت ها تعریف کرده باشه. یک ستادی که بتونه با کانال زدن به درون به حساب اون مبارزه طبقاتی، به قول اون موش کوری که داره نق میزنه، اون را بتونه به حساب بسیج کنه، اون را آماده کنه که به قول لنین میگه که برای این که انقلاب اجتماعی به پیروزی برسد حداقل 2 شرط اولیه لازم است. یکی این که از نظر رشد نیروهای مولده و از نظر رشد طبقه کارگر به حدی رسیده باشه که بتونه این کار را بکنه که الان این حله. و دوم این که طبقه کارگر، طبقه‌ای که میتونه این وضعیت رو عوض کنه، به قول مارکس میگه کمونیست حرکت طبقه کارگره، این طبقه آمادگی این رو داشته باشه که این کار رو بکنه، این انقلاب رو سرانجام برسانه. و اینم مهمترین وسیله‌ش به غیر از سندیکا و اتحادیه و نمیدونم فلان و فلان، حزب کارگران آگاه هست که میتونه خود طبقه را بسیج کنه، خود طبقه را به حساب آماده برای چنین مبارزه، برای چنین انقلابی بکنه. که این هست که به حساب در این شرایط امروز هم من فکر میکنم در ایران مبارزات علنی، نمیدونم سندیکاها، به این نوع نمیشه با این وضعیت در افتاد و تغییری اساسی در وضعیت ایجاد کرد و حتی روز به روز وضعیتمان از بقولی وضعیت فردایمان از امروزمان بدتر خواهد شد. و این یک واقعیت تاریخی هست که میشه در همان زمان که اصلاح طلبها تازه آماده بودن سر کار انسان ببینه که چه برنامه‌ای رو در پیش دارن و طبقه کارگر اگر آمادگی نداشته باشه که این رو پس بزنن به چه روزی میفته و دارن این رو پیش میبرن. طبقه کارگر، مدافعین طبقه کارگر، اونایی که باور دارن که طبقه کارگر به عنوان نیروی تغییر دهنده است و خودش به دست خودش رها میشه، باید در کنار طبقه کارگر قرار بگیرن و بتونن چنین ارگانی را با وجود بیارن که چنین ارگانی بتونه یک جنگ، به قولی جنگ طبقاتی را در اون جامعه جاری کنه و انقلاب کارگری را به ثمر برسن. در طول این مبارزه، در پروسه این مبارزه هست که اونگاه خیلی از چیزهای روزمره هم طبقه کارگر بهش خواهد رسید. طبقه کارگر استراتژی مشخص خودش، سازمان مشخص خودش برای انقلاب باید به وجود بیاره، باید داشته باشه تا بتونه خواسته های روزمره‌اش هم بهش برسه، تا بتونه قاتلین کارگران خاتون آباد، قاتلین زندانیان سیاسی، قاتلین جنبش 88 و تمام اینا را به سزای اعمالشان برسانن، با سرنگون کردن نظامشان به سزای اعمالشان میرسانن، نه اینکه اینا را بگیره به حساب اعدام کنن. مسئله این نیست، مسئله اینه که این نظام به یک حدی رسیده، نظام سرمایه‌داری به یک حدی رسیده و الان در یک بحرانی هست. این رو دیگه نمیشه با هیچ اصلاحی، با هیچ به حساب پرانتزی به حساب براش باز کرد و گفت که این نظام رو میشه به حساب اصلاح کرد و نمیدونم فلان کرد. دولت جمهوری اسلامی که به جای خودش اصلا کل نظام سرمایه به حساب اینطور وضعیتی داره و مخصوصا در کشورهای مثل ایران هار شده و به زندگی و به حساب چیز کارگرها داره یورش آورده و اینم نهایت نداره. نهایت حمله سرمایه هیچ وقت نهایت نداره. سرمایه حمله میکنه تا اونجایی که به حساب میره دیگه. سرمایه به حساب نمیشه برای سرمایه یه درجه گذاشت که گفت تا این درجه حمله میکنه در این درجه وامیسه. نه، فقط مبارزه طبقه کارگر مبارزه طبقاتیه که میتونه جلوشو بگیره و با قول افسار به دهنش بزنه و حتی به حساب
سرنگونیش کنن. اینا که گفته میشه بدون مبارزه طبقاتی سرنگونی دولت برجوازی، رسیدن به سوسیالیسم یه چیز پوچ و مهمل است که به حساب فقط به درد یه عده ژورنالیست میخوره که باش نون بخورن، نمیشه به حساب هیچ کار دیگری کرد. بله سپاسگزارم. به موارد مهمی اشاره کردی که امیدواریم بتونیم در فرصت باقی مانده به اونها برسیم. بالاخص این مطرح کردی ستاد انقلاب، واقعیت بر این هستش که محمد اشرفیان با اون لیستی که داد فقط در یک کارخانه ما می‌بینیم در از سراسر جهان در سرمایه‌داری متشکل است برای استثمار، ولی متاسفانه کارگران نتونستن این ارتباط رو با هم دیگه ایجاد کنن که بتونن در مقابل سرمایه جهانی بایستن. این نشون میده که به هر حال سرمایه‌داری تونسته استراتژی خودش رو داشته باشه. برگردیم به شما خانم رمضان علی، ببینیم نظر شما رو در رابطه با صحبت‌هایی که مطرح شد و اینکه برمیگرده روی تشکل. واقعیت این هستش که البته کارگران متشکل هم میتونن توسط سرکوب سرمایه مورد حمله قرار بگیرن، همونطوری که در مثلا خاتون آباد صورت گرفت، ولی عکس‌العمل‌های بعدی اون، واکنش‌های اون و شاید محدود بودن دولت سرمایه به خاطر تشکلی که کارگران دارن در عکس‌العمل به اعتراضات اونها میتونه به هر حال فاکتورهایی باشه. ما این تشکل‌ها رو متاسفانه نداریم، یا شاید به اون حدی که باید برسه که بتونه با یک سازماندهی قوی در مقابل سرمایه وایسه احتمالاً نیست، وگرنه باید ما عکس‌العمل‌های وسیع‌تری داشته باشیم. نظر شما رو بشنویم. ببینید من دوست داشتم حتما در رابطه با صحبت دوستان یکی دو نکته رو اشاره بکنم. اینکه سرمایه‌داری ماهیتاً در واقع تو ذاتش سرکوب طبقه کارگر. بنابراین اگه ما نگاه بکنیم تاریخ مبارزات طبقه کارگر رو توی ایران، تو سال 50 هستش که کارگران چیت کرج اعتراض میکنن و اعتراضشون به گلوله بسته میشه و در جمهوری اسلامی کارگرای خاتون آباد میان اعتراض میکنن و این اعتراضات به گلوله بسته میشه. در واقع میخواد که طبقه کارگر نتونه اون قدرت رو داشته باشه و تو صحبت‌های رفیقمون محمد اشرفی اشاره میکرد که خب چرا اصلاحگرایان یا اصولگرایان نیومدن اون یکی دیگر رو محاکمه بکنه. من فکر میکنم چه اصلاحگران حکومتی و چه اصولگرایان، هر دوتای اینها یک تن واحدن و من تو صحبت‌های اولیه هم اشاره کردم، گفتم اینا میخوان که جمهوری اسلامی بمونه، بقا داشته باشه و برای بقاش از هر توطئه و هر ابزاری استفاده میکنن و در این حال وقتی نگاه میکنیم تو همون دوره اول که طبقه قیام شده، دوره ائتلاف انقلابی کارگرها شوراهاشون رو میزنن، جمهوری اسلامی سر کار اومد و بنی صدر اومد گفت شورا مورا مالیده، با این شعار اومد و وسیع‌ترین حمله رو به طبقه کارگر کرد و تعداد زیادی از رهبران کارگری رو دستگیر کرد، تعداد زیادی از همین رهبران کارگری اعدام شدن تو همون دوره. بنابراین اومدن و اینکه خب کدوم یک از اینها مقصر بودن، کدوم یکیشون به اصطلاح بار سنگین رو دوششون میافته، به این معنا نیستش. به نظر من باید جمهوری اسلامی رو با اصلاح طلبش، با اصولگراش، با لیبرالش یک تن واحد دید و هیچ کدوم از اینها به اصطلاح در رابطه با طبقه کارگر که بخوان طبقه کارگر سرکوب نشه کاری نکردن. طبقه کارگر رو سرکوب کردن، همدست این کار رو کردن، همدست هم دارن این کار رو ادامه میدن کماکان.
از جمله همین که شما دارید اشاره میکنید، میگی مسئله تشکل. به نظر من اون نکته اساسی که جمهوری اسلامی و هر حکومت سرمایه‌داری ازش ترس داره متشکل شدن طبقه کارگر هست، تو تشکل‌های مستقل خودش، نماینده های خودش رو داشته باشه، مجامع عمومی خودش رو داشته باشه، شوراهای خودش رو داشته باشه. به این معنا جمهوری اسلامی نمیتونه در مقابل طبقه کارگر ساکت بمونه، به این معنا سرکوب میکنه. و من فکر میکنم از کارگرای خاتون آباد آغاز شد، به شکل وحشیانه‌ای به رگبار بسته شد از زمین و آسمان، منتها با اون پایان نیافت. چه کارهایی باید میکردیم؟ به نظر من طبقه کارگر تو موقعیتی که داره توی جمهوری اسلامی که حتی حق تجمع و اعتراض نداره و اعتراضش اینجوری به گلوله بسته میشه، به نظر من کاری که باید میشد و باید بکنیم و باید مرتب روش انگشت گذاشت و اینو تقویت کرد، متشکل شدن کارگرها تو مجامع عمومیشونه، قدرتشون توی مجامع عمومیشونه. اگه مجامع عمومی رو از کارگرها بگیرن که همین الان دارن به اشکال مختلف کارفرما دولت انجام میده، از جمله تیکه پاره کردن مراکز، همون مراکزی که تو کارخونه هم که کار میکنن، هر قسمتی رو میدن به یه پیمانکار، هر قسمتی رو میدن به یک کارفرما و کارگرها رو در واقع جدا میکنن از هم دیگه. و تو موارد زیادی ما شاهدیم، به خصوص تو بخشای مهم صنعتی توی ایران که نگاه بکنی، نفت، گاز، پتروشیمی، معادن، تلاش میکنن قراردادهای دست جمعی تحت هیچ شرایطی بسته نشه. همین بحث قراردادهای مستقیم شد و کارگرها برای امنیت شغلی، اون چیزی که من میگم توی گیومه امنیت شغلی اسمشو گذاشتن، کارگرها حول این مبارزات زیادی کردن، منتها واقعیتی که بود بی‌حقوقی بیشتری به کارگر تحمیل شد به جای امنیت شغلی. همین الان دوباره کارگر ماهشهر رو نگاه بکنیم، در اعتراضن علیرغم اینکه قراردادهای مستقیم کارم داشتن. چطور میتونیم در مقابل حکومتی که علیرغم بحران‌هایی که سراپای وجودش رو گرفته، طبقه کارگر به عنوان یک تن واحد متشکل بشه، باید چی کار کرد؟ این سوالی که در مقابل هر فعال کارگری هستش. و در این حال من فکر میکنم به طور عموم میتونیم طبقه کارگر رو مورد خطاب قرار بدیم، منتها به طور اخص کلمه فعالین رادیکال سوسیالیسم، کارگرای کمونیست، فعالین کارگری رو باید مورد خطاب قرار داد و تلاش کرد که کارگرها تو محیط کار و زیستشون در واقع تشکل‌هاشون رو ایجاد بکنن در مقابل کارفرما، در مقابل حکومت سرمایه‌داری. بحث جهانی شدن و همدیگر رو ساپورت کردن، سرمایه‌داری به عنوان کلمه همدیگر رو ساپورت میکنن. من اشاره کردم، گفتم همین الان روحانی رو از این کشور به اون کشور میارن و ظاهرا میخوان یه تصویر متمدنانه و یه حکومت متعارف و یه حکومت لیبرال رو از ایران بدن. خود ما رسالت و وظیفه ما اتفاقا اینه که تو همین خارج کشور، تو میدونهای همین کشورهایی که زندگی میکنیم، تصویر خودمون، تصویر طبقمون رو به مردم اینجا بدیم و مردم این جامعه رو سازمان بدیم علیه دولت‌هاشون. به نظر من کارهای زیادی میشه تو همین خارج کشور کرد که مبارزات کارگرها رو توی داخل ایران تقویت میکنه. همین الان وقتی که ما نگاه میکنیم، مسئله حداقل دستمزدها در جریان هستش. کارگرها تو خیلی از مراکز پراکنده دارن برای مسئله افزایش حداقل دستمزد مبارزه میکنن. ما چیکار میتونیم بکنیم که این مبارزات مورد حمایت نه تنها ماها و بازتابش، بلکه اتحادیه‌های کارگری که توی اینجا هستن، هم طبقه‌ایاشون
توی کشورهای دیگه که هستن، چطور میتونیم ما این حمایت ها رو جلب بکنیم؟ نه تنها این، میگم کارهای زیادی هستش که باید انجام بشه که طبقه کارگر توی ایران به قول معروف، من اینجوری فکر میکنم که مبارزات ما توی خارج کشور و طبقه کارگر تو داخل ایران تاثیر مستقیم رو هم دیگه داره. ما اگه نگاه میکنیم خیزش 88 پیش میاد، مردم به میدان میان، در ابعاد وسیع توی خارج کشور هم مردم به میدان میان و اون مبارزات رو مورد حمایت قرار میدن و علیه جمهوری اسلامی که اونها توی داخل ایران میگن موسوی کروبی بهانه است، کل نظام نشانه است. توی خارج کشور به نظر من باید ما چپا، ما کمونیستا، ما نیروی که سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی رو خواهانیم وسیعا کار و فعالیت میکردیم و من فکر میکنم همین الان با توجه به موقعیت و وضعیتی که طبقه کارگر توی ایران توش قرار گرفته، وقتی که پدر که میگه من میدونم دخترم میره تن فروشی میکنه ولی خجالت دخترم هم نمیتونم هیچی بگم، وقتی که آمار کودکان کار و خیابون رو میدن، وقتی که آمار تن فروشی رو میدن، وقتی که میگن آمار اعتیاد توی ایران بالاتر رفته، سن پایینتر اومده، وقتی که تصویر از زنان و مردان تنفروش رو توی ایران میدن، نشون میده که واقعا حکومت گندیده سرمایه‌داری ارتجاعی فاشیستی اسلامی توی ایران به مرحله آخرش رسیده. ما چیکار میتونیم بکنیم؟ چطور میتونیم این طبقه رو به عنوان اون تن واحد متشکل بکنیم؟ کدوم ابزارها هستش؟ آیا میتونه ابزاری غیر از تشکل‌هاشون مجامع عمومیشون باشه؟ آیا میتونه چیزی خارج از اون باشه که توی محل زیستشون تشکل‌هاشون رو درست بکنن؟ جمهوری اسلامی ساکت میشینه؟ قطعا ساکت نمیشینه. منتها یه واقعیتی هم هست، به هر درجه ما متشکل‌تر باشیم، به هر درجه ارادهمون رو به حرکت در بیاریم، جمهوری اسلامی عقب نشینی میکنه. ما تجربه رو داریم تو طبقه کارگری که کارگرای نساجی اتفاقا سنندش وقتی اعتصاب کردن، وقتی اومدن نمایندهشون رو گرفتن، کارگرها رفتن نمایندهشون از تو ماشین اطلاعات بیرون کشیدن، به خاطر اینکه همزمان با اون کل کارگرها اونجا بودن، خانواده هاشون اونجا بودن و جمهوری اسلامی ضعیف بود در مقابل سرکوبش. مردم شهر در کنارشون بودن. جمهوری اسلامی نمیتونه کل جامعه رو سرکوب بکنه. بنابراین من فکر میکنم که بهترین ابزار در واقع ایجاد همین مجامع عمومی کارگران هست، ایجاد شوراهاشون هستش و در این حال ما هم توی خارج کشور تنها اعلام نکنیم که سازمان جهانی کار هم دست داشته توی این سرکوب کارگرای خاتون آباد، به خاطر اینکه تنها کارگرای خاتون آباد نبودن قتل عام شدن، به خاطر اینکه این حکومت ها هم دیگر رو ساپورت میکنن. در این حال خود سازمان جهانی کار یا امنستی انترنشنال و غیره سازمان های اینجوری مال یک دوره خاص هستن، دوره جنگ سرد این سازمان ها درست شده و هدف های مشخصی رو دنبال کردن. سازمان جهانی کار دلش برای طبقه کارگر که فرزندش بیکار میشه، که فرزندش مجبور میشه تن فروشی بکنه، که مجبور میشه ترک تحصیل بکنه، دلش برای اینا نسوخته. همون موقع اگه یادتون باشه دوره خاتمه بود، آقای کوفی عنان رفت، کارگرای شرکت واحد در اعتصاب بودن، گفت من از دموکراسی که توی ایران هستش به شعف اومدم. بنابراین اینا هیچ کدومشون در کنار طبقه کارگر قرار نمیگیرن، مگر اینکه زور ما اونقدر زیاد باشه که اینها بیان طبقه ما رو در واقع میگم بازم تو گیومه حمایت بکنن و از حق ما دفاع بکنن. همونجور که شاهدیم، میگم نه تنها توی ایران، تو خیلی از کشورهای دیگه کارگران اعتراضی سرکوب میشن، زندانی میشن، شکنجه میشن و سازمانهای مثل سازمان جهانی کار هیچ اعتراضی نمیکنه.
ما شاهد هم هستیم، باید این رو گفت که هر ساله فعالین احزاب و سازمان ها میرن توی سازمان جهانی کار اعتراض میکنن، عکس فعالین کارگری که زندان هستن به دست میگیرن، منتها ما شاهد تغییر آنچنانی نبودیم و معمولا این آدم های شریف برمیگردن میگن پشت درهای بسته حتما به سران حکومت انتقاد خواهیم کرد و گوشزد میکنیم که حقوق بشر توی ایران نقض میشه. این برای ما، این برای طبقه کارگر کافی نیستش. میگم نیروی ما در تشکلمونه و باید هرچه بیشتر رو تشکلمون کار بکنیم. اینکه مخفی باشه، من موافق مبارزه طبقه کارگر نمیتونه مخفی باشه. مبارزه طبقه کارگر همین الان مسئله تعیین حداقل دستمزد توی خیابونه، توی کارخونه، همراه خانواده‌شه. چه به قول معروف میگن چطور میشه این رو گسترده تر کرد، چطور میشه خانواده ها رو بیشتر دخیل کرد تو سرنوشت خودشون. اینها مسائلیه که من فکر میکنم باید بیشتر روش خم شد، صحبت کرد. من فکر میکنم زیاد صحبت کردم. خواهش میکنم، خیلی ممنون از شما. آقای محمد اشرفی صحبت ها رو شنیدین، ببینیم نظر شما چی هست در رابطه با چه باید کرد. عرض کنم خدمتتون، من از صحبت های رفیق نسرین که چیزی متوجه نشدم اصلا. اون چی که من گفته بودم در رابطه با اصلاح طلبان اصلا، یا اینکه اصولگراها، اصلا این نبود که این چرا اونو افشا نمیکنه اون چرا اونو من گفتم این بود چون هر دوشون مشترکاً سرکوب کردن بنابراین همدیگه رو افشا نمیکنن. در رابطه آیلو هم گفتم که آیلو وقتی بهش گفتن که کارگر نبودن مردم بودن دیگه گفتن ولش کنیم. خب اصلا اینا تعجب آور این بود که نمیدونم چجوری ایشون برداشت اشتباهی کرده بودن. حالا از این بگذاریم. اما این که ما بگیم مجمع عمومی یک تشکله، یا این که بگیم شوراهاشون رو درست کنن، یا این که بگیم همین خانواده ها با هم ارتباط داشته باشن، اینو چه کسی میتونه ایجاد کنه؟ 35 ساله داریم این کارو میکنیم، 35 ساله داریم چهره سازی میکنیم، 35 ساله داریم نیروهای انقلابی را به دشمن میشناسونیم و اونم میگیره پدرشونو در میاره. این سیاست 35 سال شکست خورده. این که ما میگیم مبارزه طبقه کارگر مخفی نمیشه، یعنی میخوایم بگیم حدود 60 سال پیش کارگرای سندیکای مخفی راه آهن در ایران تونست 15,000 کارگر رو بیاره بیرون و به اعتراض وادارشون کنه، اون مخفی نبود؟ ما که 35 سال مخفی نشدیم کدوم 15,000 کارگر رو آوردیم؟ آیا نساجی که 60 یا 52 تا کارگر داشت اومدن چی کار کردن؟ جز اینی که هنوزم اخراج شدن همشون چیزی به دست آوردن؟ بنابراین میخوام بگم مجمع عمومی یک جمعی هست که خود سرمایه‌دارا هم تشکیل میدن. کدوم سندیکای سرمایه‌داری مجمع عمومی نداره؟ کدوم سرکوب کننده مجمع عمومی تشکیل نمیده؟ بنابراین مجمع عمومی یک چیز علل عمومی هست که حتی طبقه سرمایه‌دار هم تشکیلش میده، کارگر هم تشکیلش میده. اما مهم اینه که اون از درون اون مجمع عمومی نتیجه و اثری که بیرون میاد چی میخواد بشه، چه گروهی، چه سازمانی، چه تشکیلاتی میتونه از اثرات و تأثیرات و تصمیم‌هایی که مجمع عمومی گرفته دفاع کنه و اونو اجرایی کنه. این سازمان فقط سازمان سیاسیه، سازمانی که اسمش حزب طبقه کارگره. اون احزابی که الان داریم مدعی کارگری هستن، یه روز با راست همکاری میکنن، یه روز با چپ همکاری میکنن و دقیقاً باید همینا افشا بشن، چون تا زمانی که اینها در درون طبقه کارگر حضور دارن و خودشونو کارگری میدونن، فعالینی که چسبیدن به سازگارا، فعالینی که چسبیدن به کروبی، چسبیدن به موسوی، فعالینی که چسبیدن به اکبر گنجی، حجاریان و خودشون در درون طبقه کارگر هستن، کارگرها را فریب میدن تا افشا نشن. حزب طبقه کارگر که بتونه در مقابل سرمایه‌داری استقامت کنه و کشتارها را جلوگیری کنه به وجود نخواهد اومد. بنابراین بحث ما اینه شورا کی تشکیل میشه؟
آیا شورایی که نطفه های حاکمیت طبقه کارگره میتونه در دورانی که اطلاع انقلابی نیست تشکیل بشه؟ اونهایی که اعتقاد دارن شورا همین فردا میتونه تشکیل بشه، اینها در واقع دارن کارگران رو فریب میدن. یعنی اینا میگن که آقا شورای اسلامی که تشکیل شده، شما هم بیا شورای دیگه‌ای به نام شورای کارگر تشکیل بدید، در حالی که شورای اسلامی برای سرکوب شوراهای طبقه کارگر در سالهای انقلاب تشکیل شد. بنابراین شورایی که واقعا مستقل باشه، شورایی که کارگری باشه، شورایی که به سمت حاکمیت طبقه کارگر حرکت کنه، فقط و فقط در دورانی که اطلاع انقلابی هست تشکیل میشه. به اضافه این که حزب طبقه کارگر زمانی میتونه تشکیل بشه که طبقه‌ای برای خود وجود داشته باشه، یعنی زمانی که طبقه کارگر به سمت طبقه برای خود حرکت میکنه، همزمان حزبش میتونه تشکیل بشه. اونم خود به خود تشکیل نمیشه، از توی خاک به وجود نمیاد. نیروهای انقلابیش باید دقیقاً باید مخفیانه فعالیت کنن، نیروهای زبده انقلابی را به صورت انقلابیون حرفه‌ای برای تشکیل حزب طبقه کارگر ایجاد کنن. امروزها خیلی ها میگن تشکل مستقل کارگری. وقتی خود طبقه کارگر مستقل نیست، چطور میتونه تشکلش مستقل باشه؟ خود طبقه کارگر مستقل نیست. چرا مستقل نیست؟ چون حزبشو نداره. طبقه کارگر فقط زمانی میتونه مستقل باشه که دارای حزب سیاسی، دارای حزب طبقه کارگر باشه و بر مبنای هژمونی حزبش مستقل بتونه عمل کنه. وقتی یه همچین چیز استقلالی در خود طبقه نیست، چطور میتونه شورا تشکیل بده، شوراش مستقل باشه؟ چطور میتونه سندیکا تشکیل بده، سندیکاش مستقل باشه؟ چطور میتونه اتحادیه تشکیل بده، اتحادیه‌اش مستقل باشه؟ ما میبینیم تمام تشکل‌هایی که در ایران تشکیل میشه یا دائما به عنوان غیر قانونی شناخته میشن و سرکوب میشن، توی زندانن، یا باید یواش یواش خودشون رو تقلیل بدن و به سمت خانه کارگر و فکر خانه کارگری حرکت کنن تا دولت کاری بهشون نداشته باشه. دونه به دونه تشکل‌های موجود داخل رو نگاه کنید، یا سرکوب شدن یا اینکه دولت فهمیده اینا که تقلیل یافتن دیگه ولشون کرده، میرن حالا هر کاری دوست دارید بکنید. بنابراین ما از این موارد باید نتیجه بگیریم، از این موارد باید تجربه کسب کنیم. حزب طبقه کارگر اگر وجود نداشته باشه، طبقه کارگر مستقل نخواهد بود. طبقه کارگر اگر مستقل نباشه، هیچ تشکل مستقل طبقه کارگر وجود نخواهد داشت. اونهایی که ادعای استقلال میکنن، ما همین نیروهای فعالین کارگری رو نگاه کنید که ادعای استقلال میکنن، یه دفعه میان میبینن با سازگارا همکاری میکنن. سازگارا دشمن طبقه کارگر، جنزی دشمن طبقه کارگر. اون وقت فعال کارگری میره با اونا همکاری میکنه، چیکار کنه؟ که طبقه کارگر رو فریب بده. اینها باید افشا بشن. بحث اینجاست. ما اگر میخوایم طبقه کارگر ایران بتونه در مقابل سرمایه‌داری مقاومت کنه، حداقل اون چیزهایی که داره حفظ بکنه و بعد بتونه حمله بکنه به سرمایه‌داری، تنها راهش استقلال طبقاتیه. استقلال طبقاتی فقط و فقط از طریق وجود حزب طبقه کارگر به صورت حزبی که انقلابی باشه ایجاد میشه. پس از اون میتونه تشکل‌های طبقه کارگر از ترس وجود حزب طبقه کارگر بتونن به سرمایه‌داری تحمیل کنن، سندیکاشون و اتحادیه‌شون و شوراشون و الی آخر. بنابراین قبل از اون در واقع هیچ طی این 35 سال که آواره بودیم بازم آواره خواهیم بود. و همینطور هم که میبینید سرمایه‌داری، یا بهتر حالا بگیم جمهوری اسلامی، بیشترین دشمنی رو با کارگرانی داره که به دنبال تشکل سازی هستن. کارگرایی که تشکل‌های آبکی میسازن یا به دنبال شورای فعلی هستن یا به دنبال مجمع عمومی هستن، توی زندان‌ها نمیمونن، تبرئه میشن. ولی کارگری که سندیکا ساخته مثل رضا شهابی ولش نمیکنن، انقدر نگرش میدارن تا مریض بشه بمیره. یا شاهرخ زمانی 11 سال بهش زندان میدن. چرا؟ چون اعتقاد داره که باید طبقه کارگر تشکل انقلابی داشته باشه. ببینید فرق از کجا تا کجا. جمهوری اسلامی اینو میفهمه، ولی ما فعالین خودمون اینو درک نمیکنیم که جمهوری اسلامی چرا اونو تبرئه کرد، چرا این یکی رو 11 سال زندان نگه داشت. فرقش فقط در اینه، کسی که تشکیلاتی بخواد فکر بکنه جمهوری اسلامی ولش نمیکنه.
کسی که بخواد چهره سازی بکنه، بخواد تبلیغات بکنه، به حزب طبقه کارگر اعتقاد نداشته باشه، یا اینکه انحلال طلب باشه، یا اینکه حزب‌های موجود را حزب طبقه کارگر قلمداد کنه، کاریش نداره، میگه برو هر کاری دوست داری بکن. یعنی جمهوری اسلامی میفهمه دشمن واقعی کجاست، طرفدار کارگر واقعی کجاست، چه کسی، کدوم فعال واقعا داره به نفع طبقه کارگر کار میکنه، کدوم داره کارگر رو فریب میده. به این دلیل اون برنامه ریزی های خودشو بر مبنای این تشخیصش انجام میده. همکنون توی زندان گوهردشت یه کارگر بیشتر نیست، ولی ولش نمیکنه، حتی حاضر نیست اجازه بده یه تلفن داشته باشه، همیشه تحت فشاره. چرا؟ چون اون معتقده که باید حزب طبقه کارگر وجود داشته باشه. رضا شهابی را ولش نمیکنه، چون اعتقاد داره سندیکا باید وجود داشته باشه. بهنام رهاش نمیکنه. چرا؟ برای اینکه اعتقاد داره با تشکیلات میشه با جمهوری اسلامی، با سرمایه‌داری. بنابراین بحث من اینه، وظیفه فعلی ما حمایت از تمامی فعالین کارگری و زدودن افکار غلط از ذهن طبقه کارگره. تا زمانی که طبقه کارگر اعتقاد به این نداشته باشه که حاکمیت طبقاتیش رو فقط به وسیله حزبش میتونه به دست بیاره، مطمئن باشید که هرگز ما موفق به مقابله با سرمایه‌داری و هجوم سرمایه‌داری نخواهیم شد. بله متشکرم، خواهش میکنم، خیلی ممنون از شما. به خاطر وقتی در واقع محدودیت زمانی یه سوال میکنم، سوال اساسی هم هست، حداقل شاید ما در این پایان برنامه بتونیم به نوعی به اون اشاره‌ای داشته باشیم و امیدواریم بتونیم در بحث‌های آینده اون رو بیشتر باز بکنیم. اشاره همه شما بر سر تشکیلات بود و قطعا همینطور هم از نوع تشکیلات و این که به هر حال چه باید کرد. این به نظر من نقطه کلیدیه. باید از گذشته، از حالمون یک درسایی رو بگیریم که برای آینده استفاده بکنیم. حمید اشاره کرد که باید از کمیته های سرخ و کارگری شروع کرد، باید به مایه ستاد انقلاب احتیاج داریم. محمد اشرفی هم همینطور به نوعی به این اشاره داشتن. برای من شخصا الان چیزی که سوالی که مطرح است این که چگونه و چقدر زمان طول میگیره تا به اون برسه. ببینید فقط تشکیل این علاوه تئوری شاید جالب باشه، ولی علاوه عملی ما چقدر آمادگی داریم برای این مسئله، این خیلی مهمه. و مسئله دیگر این که رهبرهای کارگری الان در زندان هستن. چیزی که الان من دارم میبینم، شاید دو سوال پراکنده باشه، زمان محدود، امیدواریم بتونیم اینو خیلی کوتاه جواب بدیم و همینطور اشاره کردم بتونیم به بحث‌های بعدی بکشونیمش. رهبرهای کارگری الان جلوتر از شاید سازمان‌های سیاسی هستن، در زندان اطلاعیه میدن، بیانیه میدن و ما در خارج از کشور جز خبررسان چیزی دیگه نیستیم، فقط این اطلاعیه ها رو میخونیم و باز تکثیر میکنیم. الان باید چه کار کرد؟ اون تشکلاتی که شما مطرح میکنید علاوه واقعی چقدر عملی هست، چقدر زمان میبره، ما چه توانایی داریم که بریم اون ستاد انقلابی رو تشکیل بدیم. الان طبقه کارگر بهترین شرایط رو داشت که میتونه سرمایه‌داری جهانی رو که تو اون ورشکستگیش رسید در چند سال اخیر داریم میبینیم که چگونه در تلاطم هست، نتونست عمل بکنه. چرا؟ که تشکل نداشت. اینو چجوری میشه بر بستر واقعی نه تئوری پیاده کرد؟ همه جان به طور خلاصه چون وقت کمه بفرم. سلام. ببین این که از نظر به حساب کارگرها به حساب الان نمیتونن و فلان، اینا به حساب یه چیزایی هست که همیشه بوده. در این 100 ساله اخیر کارگر ایران از کمبود این ارگان ضربه خورد. الانم باید تلاش کنه که ارگانش رو به وجود بیاره. اینکه کی به وجود میاره، چطوری به وجود میاره، اون دیگه برمیگرده به خود مبارزه طبقاتی و خود کارگر که تا چه حدودی به این برسه. اول همونطور که اول گفتم باید ما استراتژی ما رو مشخص کنیم. چی میخوایم؟ آیا میخوایم دولت جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم؟ آیا میخوایم یه جنایت دولت جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم؟
یا میخواهیم دولت سرمایه‌داری رو به عنوان دولت سرمایه‌داری سرکوب کنیم که بتونیم مالکیت خصوصی بر ابزار تولید رو به حساب به قولی از بین ببریم؟ کدوم میخواهیم؟ برای اینا، برای هر کدوم از اینا، برای این که اگر بخوایم خب به حساب دستمزد ما زیاد باشه، خب مسلما کار دیگری خواهیم کرد. حالا میرسیم یا نمیرسیم بهش کاری ندارم. مثلا رفیق من نسرین اشاره میکنه به کارگرای سنندج، ولی آخر چی شد؟ کارخانه بسته شد، کارگرها رفتن بیرون، اونا برنامه خودشون پیش بردن. من اولم گفتم اونا برنامه خودشون پیش بردن. اینکه تشکل مستقل از کی؟ از چی؟ از سیاست؟ از حزب؟ از دولت؟ این تشکل مستقل یه چیزیه برای سرکوبی کارگران فعال. طبقه کارگر از هیچ طبقه دیگری مستقل نیست، چون به عنوان نیروی اجتماعی تو جامعه زندگی میکنه. ولی در تشکلی که کارگر داره میساده میگه دولت نباید دخالت داشته باشه، دست دولت رو قطع میکنم، دست کارفرما رو قطع میکنم، دست مزدور کارفرما رو قطع میکنم و باید این کارو بکنه اگر میخواد انقلاب بکنه، اگر میخواد خودش رو رها کنه. اینه که من فکر میکنم که آره الان خب کارگرای زندانی که خب در زندان، ما هم به حساب در این سالها هم میاییم تظاهرات هم میکنیم، میریم با قول نسرین میریم سازمان جهانی کارم اونجا هم وامیستیم، نمیدونم کارهای دیگرم کردیم، ولی میبینیم که به قول خودت در سطح جهانی سرمایه بحران میگیره، سرمایه در ضعیفترین به حساب موقعیتش قرار میگیره، ولی ما کارگران نمیتونیم کاری بکنیم. برای چی؟ برای اینکه به نظر من برای اینکه یک استراتژی مشخصی نداریم، دو سازمانی که بتونه این شرایط ها با اون شرایط مورد قبول ما تبدیل کنه، یعنی طبقه کارگر را آماده کنن برای این کار رو نداریم. کارگر فعال من فکر میکنم امروزه بیش از هر لحظه دیگری به این احتیاج داره. کارگر باید این رو درک کنه. بدون این ستاد، بدون نیرویی که کارگر ماشه رو با کارگر مشهد، کارگر مشهد رو با کارگر کرمان، کارگر کرمان رو با کارگر اصفهان و بهشت مرتبط کنه، نمیتونه کاری رو پیش ببره. دولت متمرکزه، دولت سازماندهی شده. کارگر میخواد با این دولت اگر سر کار داشته باشه، این دولت میخواد سرنگون کنه، ما به این سازمان احتیاج داره. کارگر به این احتیاج داره که به قول لنین طبقه ای که فنون نظامی رو یاد نگیره، طبقه ای که به کار بردن اسلحه رو یاد نگیره، به حساب امضا کرده که باش مثل برده رفتار کنن و مثل برده باش رفتار میکنن. طبقه کارگر به عنوان طبقه اجتماعی که میتونه و این قدرت داره، و این قدرت هم از نقش در تولید ناشی میشه، آینده داره، سیاست داره، اقتصاد داره، ولی تشکل حزبی نداره. اون تشکلی که بتونه این طبقه را برای این مبارزه آماده کنن نداره، در سطح جهانی هم نداره. نگاه کنید سوسیال دموکرات ها رو نگاه کنید، این احزاب به نام کارگر رو نگاه کنید. تو کنگرهش اعلام میکنه که کارگر یکی مریض میشه، یکی میره زن میگیره، یکی نمیدونم فلان میشه، ما نمیتونیم منتظر باشیم. بعدم میره میگه که با
5% مردم سکولار میریم قدرت رو میگیریم. قدرت رو گرفت؟ مگه میتونن قدرت رو بگیرن؟ قدرت بیفته هم با چنین استراتژی نمیتونه بگیره. قدرت طبقه کارگر میتونه بگیره، کسی دیگری نمیتونه بگیره. باید طبقه کارگر رو بسیج کرد، باید طبقه کارگر رو آماده کرد. و این نقش حزب. مبارزه مخفی به این معنی نیست که به حساب تمام مبارزه کارگران میتونه. محمد اشرفی به چیز خیلی خوب اشاره کرد. حزب لنینی حزب مخفیه. احزاب دیگر طبقه کارگر که حزب بورژوایی هستن، به قولی احزابی که کارگر رو دارن ولی برنامه‌شان سوسیالیسم نیست، کمونیسم نیست، برای علیه طبقه سرمایه دار نیست، نمیخوان دولت سرنگون کنن، آره علنیان. این به حساب چیز تاریخیه. این یه تاریخ رو پشت سر چیکاره. از اولی که طبقه کارگر به وجود آمده، دو تا گرایش در میان طبقه کارگر بودن. یکی حزب انقلاب خواسته، یکی حزب رفرم خواسته. یکی حزب مخفی رو خواسته، یکی حزب علنی رو خواسته. گفتم خب وقتی نمیخواد کاری بکنه، وقتی نمیخواد جنگی بکنه، برای چه استراتژی بریزه؟ برای چه ستاد داشته باشه؟ برای چه مخفی باشه؟ با قول محمد اشرفی داریم میبینیم دیگه، کارگرایی که این حرفا رو میزنن خیلی علنی هم داره کار میکنن، نامه هم میدن، هر روز هم دارن مصاحبه میکنن، در داخل خود ایران هم دارن مصاحبه میکنن، در جای دیگر هم مصاحبه نمیکنن، در داخل ایران هم مصاحبه میکنن. با خانه کارگر هم دارن با هم دیگه یه قل و قل بازی میکنن. یکی میاد خارج میره به حساب با سازگارا میشینه. از اینو داریم. مثل پس در آخر صحبت من فکر میکنم که بازم باید تلاش کنیم ما کارگرها که اون ستادمان رو با وجود بیاریم. اگر رهایی را میخوایم که میتونیم رها بشیم، ما به دست خودمانم رها میشیم، به دست هیچ قهرمان دیگری رها نمیشیم. قهرمان خودمانیم، قهرمان خود کارگره. ولی کارگر باید این رو درک کنه، به این برسه، باورش به هر چیز دیگری ازت بده، به هر نیروی اجتماعی، به هر نیروی مرئی و نامرئی دیگری ازت بده تا به خودش، به نیروی طبقاتی خودش باور پیدا کنه، بتونه کاری بکنه. و اگر نه نمیتونه کاری بکنه. دست شما در نکنه. نسرین جان، صحبت‌های شما رو هم بشنویم طوری که به نوعی جمع‌بندی گفتارت هم باشه، بحث بر سر این چه باید کرد هست و چه نتایجی بگیریم و کم کم بحث امروز رو ببندیم. تشکر میکنم. نکاتی بودش دوست داشتم حتما بهش اشاره بکنم. یکی در رابطه با مسئله این که جمهوری اسلامی چطور برخورد میکنه با زندانیان دستگیر شده. من قبل از اینکه بخوام مهری بر کسی بکوبم که این خواستش اینه تو زندان میمونه اون یکی آزاد میشه، ما اساساً و اصولاً و پرنسیب ما باید باشه که جمهوری اسلامی و هر حکومتی رو محکوم بکنیم به این که بیاد کسی رو دستگیر بکنه و در واقع خود ما به جای این که تلاش بکنیم که طبقه کارگر که فعالین در کنار هم قرار بگیرن با یه همچین پیشداوری هایی یا قضاوت هایی داریم فضا رو آلوده میکنیم. در مقابل این فضا آلوده کردن من کلا باید مرزمون رو بکشیم و دوست ندارم واردش بشیم. جمهوری اسلامی محکومه، نباید هیچ کسی رو دستگیر بکنه به هیچ دلیلی و همونجور که شعار میدیم زندانی سیاسی بدون قید و شرط باید سریع آزاد بشه، باید بدون قید و شرط همه آزاد بشن. و اما چیزی که هستش، من تو صحبت دوستان یه حالت تقدس میبینم. وقتی میگیم طبقه کارگر یه چیز مقدسه، بعد میایم نامقدساشو جدا میکنیم. طبقه کارگر درونش گرایشات مختلف هستش و همین الان اینجا که داریم صحبت میکنیم ما با هم دیگه شاهد هستیم که هر کدوم ما یه گرایشی رو نمایندگی میکنه درون همون طبقه کارگر. به نظر من تقدس نداره، باید این گرایشات رو شناخت
باید گرایشات رو نقد کرد و در عین اینکه ما داریم گرایشات درون طبقه کارگر رو میشناسیم، نقد میکنیم، تلاش بکنیم که صفوف طبقه‌ای که میره برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و جمهوری سوسیالیستی این طبقه رو سازمان بدیم. بس بر سر این نیست. من فکر میکنم این حتی این بوچونم اشتباهه که بگیم طبقه کارگر باید خودش حتما به اصطلاح تو یه زمانی، یه فرصتی، یه اطلاعی صورت بگیره بیاد حزبش رو درست بکنه. من فکر میکنم طبقه کارگر حزب خودش رو درست کرده، حزبش رو داره. الان تو شرایطی که خفقان هست، سرکوب هست، نمیتونه ابراز وجود بکنه تو داخل ایران، این یه مسئله دیگه است. من حداقل تو صحبت دوستان اینجور متوجه شدم که به اصطلاح حزب طبقه کارگر باید خودش درست بکنه. منی که دارم از منافع طبقه کارگر صحبت میکنم و خودم رو تو حزب طبقه کارگر میبینم و دارم فعالیتم اونجا پیش میبرم، اگه دستان پینه بسته باشه پس کارگرم و حزبم کارگری، اگه نباشه پس کارگری نیستش. حزب کارگری، حزب طبقه کارگر بر اساس اون مانیفستیه که داره و امری که در مقابل خودش گذاشته، آرمانهایی که برای خودش تعریف کرده، میگه سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی، جمهوری سوسیالیستی، دیکتاتوری پرولتاریا. این بحثیه که هستش و با این حزب طبقه کارگر تعریف میشه، نه اینکه خود کارگر بیاد یه حزبی رو درست بکنه. خاصایی که توی این مانیفست هستش. تشکل مستقل کارگری چی هستش؟ تشکل مستقل کارگری تشکلیه که مستقل از حکومت، هیچ کس نمیتونه روش اعمال اراده بکنه، هیچ کس نمیتونه خواستاشو بهش تحمیل بکنه و این اشتباه محض در مقابل، یعنی توی قیام 57 وقتی کارگرها توی کارخونه ها شوراهای خودشونو زدن مستقل از دولت و ما بگیم اینا ربطش بدیم به شوراهای اسلامی، به نظر من این انصاف در مقابل طبقه کارگر که تو مقطعی از تاریخ تونسته شوراهاش رو درست بکنه و جمهوری اسلامی با سر کار اومد این شوراها رو سرکوب کرد، بگیم که به اصطلاح کدوم شورا، کدوم مجمع عمومی، کدوم تشکل نبوده. نظر من این تشکلات بوده، این شوراها بوده، سرکوب شده، الگوی خوبیه. اتفاقا من فکر میکنم ما باید بیایم این دستاورد طبقه کارگر رو بیایم روش بیشتر تکیه کنیم، بازخوانیش کنیم. چطور کاپیتال بازخوانی میشه؟ باید دستاورد شوراهای واقعی کارگران توی قیام 57 رو بازخوانی کرد و امروز به عنوان یه دستاورد بزرگ طبقه کارگر توی ایران جلو رو میزمون بذاریم و بگیم بریم همین شوراها رو دوباره درست بکنیم. و من فکر میکنم چهره سازی که دارید ازش صحبت میکنید، من گفتم جنبش مجامع عمومی در واقع اراده کارگری هستش که تو محیط کارشه، اراده یک طبقه‌ای هستش که تو محیط زیستشه و برای بهبود شرایطش، برای تغییر شرایطش مبارزه میکنه. اگه میخوایم اینو قبول نکنیم میگیم ستاد، به نظر من خیلی دقت کردم که از این ستادی که شما داری صحبت میکنی چی ازش در میاری که پاش رو زمین باشه. من میدونم که همین الان تو اصلویه شوراهای کارگران در جریان بوده، مجامع عمومیشو تشکیل داده و یه سری جاهای دیگه که اون به خاطر محدودیت و کوچیک بودنش آدم خب نمیتونه خیلی جاها رو بگه، منتها کارگرها اتفاقا رو مسئله شورا و مجامع عمومی کوبیدن. همین الان هم در جریان هستش. حتی رفقا من فکر میکنم اگه با مراکزی از مراکز کارگری در ارتباط باشن، به خصوص پتروشیمیا، ما شاهد مجامع عمومیشون خیلی بودیم
کارگران هفت‌تپه اتفاقا من فکر میکنم همونجا از مجامع عمومی شروع کردن، ماهشهر از مجامع عمومیشون شروع کردن و یعنی به عنوان یک تجربه هستش و ما باید این تجربه ها رو بیایم بیشتر بررسی کنیم، ارزیابیش بکنیم، بحثش بکنیم، بریم و حمایت بکنیم. نه اینکه من احساس کردم حتی اینجا به جای اینکه اون تشکلیابی طبقه کارگر رو بهش بیشتر مورد حمایت ما قرار بگیره، روش صحبت بکنیم، یه نوع تفرقه انداخته میشه تو همین مسئله تشکل‌هایی که در جریان هستش، یا مثلا متهم کردن یه سری از این تشکل‌ها. من نقد دارم به یه سری از تشکل‌ها، نقدم هم درسته، منتها فکر میکنم کارهایی رو انجام میدن که این کارها چه ارزش داره. وقتی که اتحادیه آزاد کارگری میره 40,000 امضا جمع میکنه، به نظر من کار مثبتی انجام داده تو شرایط خفقان، تو شرایط سرکوب، و باید نه تنها ما اینا رو ایگنور بکنیم، باید ساپورت بکنیم و در عین حال میگم تو محیط زیست طبقه کارگر تکیه‌مون این باشه که مجامع عمومیشون رو تشکیل بدن و مجامع عمومی اون ظرفیه که جمهوری اسلامی و کارفرما و سرمایه نمیتونه به زانوش در بیاره اگه اراده ها یکی. بله، متشکرم از شما خانم رمضان علی. آقای محمد اشرفی، من جان بشنویم صحبت آخر رو از. بله، ببینید الان بحثا اگه بخوایم گسترش بدیم که امکانش نیست، ولی ما داریم صحبت از حزب میکنیم، حزبی که از نظر من وجود نداره و دلایلم هم اینه که اگر حزب یا احزابی که الان وجود هستن ادعای حزب طبقه کارگر رو دارن، سال 88 ثابت کرد که اینا ادعاشون دروغه. سال 88 توده های وسیع بیرون بودن و طی 12 سال 13 سال یا 14 سال گذشته هم کارگرها هر کاری که لازم بود انجام دادن، اعتصاب کردن، جاده بستن، تظاهرات کردن، جلوی مجلس رفتن، جلوی ریاست جمهوری رفتن، جلوی بیت رهبری رفتن، جلوی فرمانداری ها رفتن. خب هر روزی هم یه اعتصاب، 2 تا اعتصاب، بعضی وقتا 5 تا اعتصاب در روز وجود داره. پس این همه این فعالیت ها نشون میده که حزبی وجود نداره که حزب طبقه کارگر باشه. همه دروغ میگن. چرا دروغ میگن؟ برای اینکه در گذشته ما دیدیم تاریخ طبقه کارگر نشون میده وقتی حزبی انقلابی وجود داشت، از چیزهای خیلی جزئی و کوچیک اعتصاب به وجود می آورده، اعتصاب کارگری. ولی الان خود کارگران اعتصاب میکنن، احزابی که مدعی هستن هیچ کاری نمیتونن بکنن. این نشون میده که اینا الکی هستن، اینا دروغ میگن. سال 88 میلیون های انسان تو خیابون ریختن، این حزبا کجا بودن بیان رهبری کنن؟ ما میگیم که خفگان وجود داره. اگر قرار باشه حزبی منتظر بشه خفگان و خود جمهوری اسلامی کم کنه بعد این حزب وظیفه‌شو انجام بده، این حزب به چه دردی میخوره؟ حزب طبقه کارگر حزبیه که در مقابل خفگان بیسته، در حین خفگان مبارزه کنه و خفگان رو بشکنه. وقتی نتونه این انجام بده یعنی هیچ حزب نیست، دروغ میگه. خب موضوع دیگه ای که وجود داره اینه که هر چی که این احزاب، این سازمان ها تسهیلاتی در دست دارن، از روزنامه گرفته، از تلویزیون گرفته، از رادیو گرفته، همه بر مبنای ادعای خودشون که کارگری هستن متعلق به طبقه کارگره. ولی ما در داخل 3 نفر 4 نفر کارگر جمع میشن دور هم یه هسته درست کنن، نمیتونن یه دونه پرینتر داشته باشن، ولی تسهیلات طبقه کارگر رو اینا هدر میدن. فقط به عنوان یه ژورنالیست اخبار پخش میکنن، اخباری که بی بی سی هم پخش میکنه، وی او هم پخش میکنه. وظیفه تو سازماندهیه. این تسهیلات طبقه کارگر رو باید در جهت سازماندهی به کار ببری، نه فقط خبررسانی. اون کارگرایی که میخوان تشکیلات رو درست کنن باید به اونا از نظر مالی، از نظر پرینتر، از نظر هر چیزی که لازم دارن حمایت کنی، کمک کنی، بهشون سازماندهی یاد بدی.
ولی کدوم یک از این حزب‌ها به اعضای خودشون، به هوادارهای خودشون سازماندهی یاد میدن؟ من با همشون بودم، با همشون شنیدم، کار کردم، دیدم، اصلا امکان نداره. تنها کاری که میکنن آقا عکس تو بفرست توی روزنامه چاپ کنیم، غیر از این کاری سازماندهی بلد نیستن اینا. در حالی که بلد بودن، ایران الان در طغیانه. یه حزب وجود داشت، یه حزب درست حسابی وجود داشت، الان انقلاب میشد. ولی برای اینکه اینا از وظیفه‌ای که دارن نمیتونن انجام بدن، یه خیزش 88 رو اسمش انقلاب میذارن که یقه خودشون رو راحت کنن. ببینید انقلابم داره میشه. فرافکنی از وظیفه است. حزب طبقه کارگر وظیفه داره طبقه کارگر رو برای انقلاب آماده کنه، هسته هاشو بسازه، کمیته هاشو بسازه، براشون پرینتر پیدا کنه، براشون پول بفرسته، براشون نشریه بفرسته، وضعیت ایجاد کنه که اونا خودشون نشریه هاشون رو چاپ کنن، توضیح کنن و الی آخر. ما دیدیم در تاریخ، دیدیم بلوشویک‌ها چی کار میکردن. ما دیدیم همین حزب توده منفور رو دیدیم چی کارا میکرد. یعنی میخوام بگم این احزابی که الان موجود هستن اندازه حزب توده هم نیستن. اینه که دیگه تاریخ ما هست نشون میده. یا حزب کمونیست اول که تو ایران تشکیل شد، با 3 نفر فرستاد جنوب، بعد از 3 سال و نیم یک اعتصاب 11,000 نفری توی نفت جنوب راه انداختن. 3 نفر این کارو کرد، مخفیانه هم این کارو کردن که رضا شاه نتونست سرکوبشون کنه. ناوگان 6م ارتش بریتانیا اومد سرکوبشون کرد. شما چه کدوم یکی از این کارا رو میتونید علنی انجام بدید؟ اونا مخفی انجام دادن، شما علنی بفرمایید انجام بدید. بنابراین از نظر من تا زمانی که این احزاب وجود دارن، امکان تشکیل حزب طبقه کارگر موجود نیست، چون اینا مانع حرکت هستن. از نظر تبلیغات فعالین رو فریب میدن، توهم ایجاد میکنن، عکساشون رو همه جا پخش میکنن، به همه میشناسونن. ببینید جمهوری اسلامی بشناس، بیا بگیرش. از نظر تسهیلاتی که اونا باید استفاده کنن برای کارهای سازماندهی داخلی خودشون، اینا هدر میدن. همشون این کارو میکنن. بنابراین بحث من اینه، اگر ما میخوایم راه درستی پیدا کنیم، تشکیل هسته‌های کوچیک و ساپورت اون هسته‌ها از طرف نیروهای بیرون. اون هسته‌ها نمیتونن به صورت ارضی در داخل با هم ارتباط داشته باشن، بلکه نیروهای انقلابی بیرون اگر ادعای کارگری دارن، موظف هستن این ارتباطات رو برقرار کنن. در این صورت ما میتونیم امیدوار باشیم برای اینکه در داخل کارگر آمادگی هر گونه فداکاری و هر گونه فعالیت رو دارن. اما هر کدوم مجمع عمومی تشکیل میدن، چی کار باید بکنن؟ غیر از این مجمع عمومی، غیر از یک به اعتصاب ختم بشه، یا این غیر از این که یک نامه بنویسن یا تومار بنویسن، کار دیگه ازشون بر نمیاد. نه اینکه نمیخوان انجام بدن، میخوان انجام بدن، ولی تشکیلاتی که کمک کنه، ساپورت کنه، بتونن کار بالاتر از یک تومار رو انجام بدن وجود نداره. ما میایم یه تومار رو تقدس میکنیم. تومار بد نیست، دستشون درد نکنه، قابل قدردانی و تشکره، ولی باید ارتقا پیدا کنه. اما تشکیلات های بیرون تمام زورشون رو به تبلیغ این تومار میکوبن، در حالی که میتونن به همینا کمک کنن از تومار هم بیشتر حرکت بشه. میتونن ولی نمیخوان، برای اینکه خودشون هم منتظرن انشالله آمریکا حمله کنه، جمهوری اسلامی نابود بشه، اینا هم برن شریک قدرت بشن. قصدشون تسخیر قدرت برای طبقه کارگر که نیست، قصدشون شرکت در قدرت بورژوایی. یه 2 تا نماینده هم اینا داشته باشن. اگر غیر از اینه، بسم الله، آسینا رو بذارید بالا، برای انقلاب خودتون رو سازماندهی کنید، نه برای شرکت در قدرت آتی. متشکرم. بله، خیلی ممنون از هر سه شما برای شرکت در این برنامه و در این گفتگو. قطعا این نیازمند بحث بیشتری هست و امیدواریم بتونیم در آینده هم هر سه شما رو داشته باشیم و بتونیم موضوع رو فراتر و گسترده‌تر بررسی کنیم. خیلی ممنون از این که در این بحث شرکت کردیم. تشکر میکنم و شب خوبی رو براتون آرزو دارم. منم از شما تشکر میکنم، شب خوبی رو برای شما آرزو دارم. فقط یه جمله بگم و اونم اینه که من به این رسیدم که کمونیسم حرکت طبقه کارگره و طبقه کارگر باید آماده بشه برای این. مرسی. منم از شما تشکر میکنم، منتها من میگم روزتون بخیر، چون اینجا هنوز روزه. قربان شما. شاد پیروز. مرسی.
با درود. رادیو پیام تنها رادیوی فارسی زبان در شرق کانادا است که از ساعت 10 صبح به وقت هالیفکس، 5 بعد از ظهر تهران، روزهای یک-شنبه به مدت 2 ساعت به صورت زنده اجرا و پخش میشه. برای اطلاعات بیشتر و همچنین برنامه‌های گذشته به وبسایت ما radiopayam.ca مراجعه کنید. Tune in to CKDU 88.1 FM every Sunday at 10 a.m. for Radio Payam with your host, Amir. On air since 2009, Radio Payam is the only Farsi show on the East Coast. For more information, visit radiopayam.ca.